پسرم میآید. پسرم مامان چی؟ توبه پسرم میآید. پسرم یوسفم. پسرم یوسفم. پسرم 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 میآید. پسرم مبارک باشه دایشه خانم. دایشه خانم پسرم میآید. مبارک شود. مبارک شود. بچه‌ام رو نمیفرستم. بچه‌ام رو به خراجانی ها نمیفروشم. گم شو از راهم. سلیمان التماس. گم شو از راهم سلیمان. سلیمان بچه. علی. علی. علی اکا مکتوب آوردم. سلامت باش. مرحمت. نقمونه. پسرم میآید. پسرم. خلیل بابا دادا کم بازیستا. با تو گفتنی های دارم. خبر آمد جنگل بانان به تفتیش میبرند. بچه ها را بگو که درخت پرخ نبرند. یگان کسیدنشان ممکن. تمام پدر فهمیدم. به من نگر. درخت بری نیست گفته بیکار نشینند. قول چوب‌ها را جمع کردن لازم. گفته هایتان را میکنیم پدر. من به سلیمان کار دارم. بعد به انبار میایم. میلش پدر. بیا دخترم این رو گیر. سلام علیکم. آمدی سلیمان. سلام علیکم. علیکم و سلام. خیر سلیمان. قرار را دادی اکنون؟ بله. علی از شماست. آفرین. قرار خوب دادی سلیمان. شرطنامه را در قهوه خانه حل میکنیم. کنی بچم تو به خانه رو. عمر به سنگ نشین بچیم. کسل شدنت ممکن. پسرم میآید. پسرم. انا یوسفم میآید. مبارک باشه خاله. سینی خانه دار شویش رسیده است. ممکن خودش را نکند. تو گلین شدنش را نکنم. همیشه خواهردار شدن میخواستم. من هم که دختر نداشتم ساکنه را به دختری گرفتم. اما با کار و باری خانه عادت کردنش لازم. پرته های خلیل را درزمال کن. برنج را تازه کرده به خلطه ها اندازید. بگاهی باشد آشپزید. اوچه من در کجا بازی میکنه؟ رو بازی کن. چقدر به محمد ماننده. محمد هم نیست همین قدر بود. وقتی که دادرت یوسف را کشت عمر وقتش انشاءالله اما کشبری نمیشه. خرگوشم جا خرگوشم چرا تو کاسل شدی؟ عمر بی بی جان اینجا بیا. بیبیت قربانی تو باشد. اکنون را با کسی نشنوانیده به مادرت گوی یوسف تقایت می آید. فهمیدی؟ دو کوکو دوست دیوانا نخسلا. دوست
چی شد اومد؟ چشم پوشک بازی میکنی؟ آجا یوسف تنها می اومده است. چی ها میگوی عمر؟ دیویژنم گفتن. یوسف گم شد. بعد اینقدر سالها از کجا تو پیدا شدی یوسف؟ بلا زند تو را، خدا گیرد تو را. عمر جان، وی قاتلی اما کی توست؟ او چه؟ دروغ می؟ دادرت قاتل نیست مگر گپ زن عمر کی بودن یوسف رو داند. مرا گوش کن عمر، یوسف کسی است که جان ما را گرفته است، قاتل است. تو فهمیدی؟ تو مرا فهمیدی؟ چرا میگیری دیوانه فوزیل؟ جیما چی شخص شده ایستاده ای در اینجا ها؟ کمی من که دلم میکفی دادا دیوانه فوزیل رو مینگریستم. یا توبه، دیوانه رو چش را مینگری؟ بعضا از با عقلی تو شبه میکنم. شکر و چای نمانده است، رو از دکان گرفته بیا. دادا فوزیل گرفته میویم من. زود. چی شد فوزیل؟ چی شد؟ آنها کردند دوستان حشمیت او کرد کمی فوزیل آن را بامده ته تا گورش کنیم مالش. چی خیل باز میگردد؟ با کدام ره؟ عزم این خیل نکن، قربانت شوم نکن. میخواهد آتش خاموش شده را از نو علنگ زند؟ محمدم جگرم را کشته است. ولی راست میگویی، مادر هستی، درونت میسوزد، میدانم، نخود نفهمم. اما یوسف هم خیلی خرد بود آن زمانها. احوال غرق خون بودن او حالا هم در پیش چشمم است. آن روز هیچ از خاطرم نمی رود. چه کار کردی تو؟ بچه جانم، یاری ده و پسرکم، خیز پسرکم. قاتل چرا را کشتی؟ قاتل
نفهمیده به نخست پروند محمد را. حاکم نیز رها داد یوسف را، لیکن ما یوسف را به دیه نآوردیم. من سال هاست که حسرت پسرم را میکشم حضر. خصومت نشود گفته مریم را به تو کلین کردیم. اصلا ما دخترت را گرفته خوبی کردیم. تینجی دیه را ویران نکنیم گفتیم. اما یوسف داره همش ویران میشه. دانستم. و چشمت چی شد؟ زنبور کسی؟ کلین راود سلیمان تو حول با کار نامده است؟ با حشمت آقا گپ زده با عوض قرصایش پسرش را میدوده از بقره جونی ها. چه ها میگوی شوقت؟ این خیلی نمیشود. والله راست حشمت آقا تکلیف کرده است. این آدم را فهمیده نمیتوانند. چه خیلی به این روزی میشوند؟ یگان چاره دیگر دارد مگر اکرم؟ همین است چاره. پدرم ما رو در 10 سالگیم فروخت به خرجونی ها. اکنون پدرم بود. حشمت دستخط قرض دروندم گفتگیش رو برز برآورد. من تا حال قرض میکنم. قرض. کار کنید. خرا خلیل میآید. کار کنید. کار کنید. کنی باز هم زودتر. امروز درخت بوری نمی روید. بچه ها شما آنها را میده کنید تا شام تمام شود. سخت‌تر جوق سلیمان، سخت‌تر جوق که پایش خوبتر ماند. بخیر شود سلیمان. فایزهای قرضت را تازه کردم. خودی قرضت را باشد آیسته آیسته سراسیمه نشده میدی اکنون. اما من خیال کردم که همه قرضات تازه میشوند. از کجا برآوردی سلیمان؟ از دست کودکی 12 ساله چی خیری می آید؟ همین خیلی نه علی چنگیز؟ راست؟ انا بین حجت ها رو حاضر من برای رئیس می دیم. خیر سلیمان دیر نکن. کودکت رو گیر و راست به درخت بری. اکرم بیاید به مکتب نرفتن رو میگویم. گوی گفتن که یوسف اکرم مرا جنگ نمیکنه که تنها یک روز به مکتب نرفتن. در مکتوب چی نوشته شو فهمم گفته قریب کفی. بله و چند بیاید بعد میخونم مکتوب رو. آیشه خاله نیستن؟ خالم سمبوسه ساخته بودن. حاضر میاد الیفاپا. تنور رو نو آتش دادم. گرم شود سمبوسه را میگذارم. الیفاپا یوسف اکرم میامده است. بسیار خرسان شدم. یعنی حالا شاد شده گیتر گفتنی بودم. خصوصا آیشه خاله. مایلش خیر من میروم. سمبوسه تازه میارم. همش 50 لیره. چی؟ 50؟ ها باز وفلیک است. 50 لیره و 60 تنگه میدهی. وفلیک رو هم نمیستی؟ بی پول باید میدادم. فقط از تو خرید میکنم کو. اینش از تو شود؟ البته از من خرید میکنی. در دیگه یگان دکان دیگر هست مگر؟ اینش هم راست. انا گیر.
خیر نغزمون. رحمت. جیمو جیمو اینجا بیا بین دختری خولک می رود. بله الیف. الیف جیغ زن او رو. جیمو جیغ زن او رو. الیف چی شد جیمو؟ چی میخواستی؟ وای گفتم این رو خونه برمی‌گفتی. بله اینها را خانه برگفتنی بودم. ما گیر تو به قهوه خانه رو دیر مانده ایستاده ای. الیف دو دقیقه ایستا گپ زنی. من البته یگان گپی ندارم. شرم ندار با تو دل دارم. رب بروحت ابدیکه. چی خیلی که ای دختر تو با من معقول نیستی. وای کی معقول است؟ من از دیگه بوی از نهت گپ میزنم خواستگاه روان میکنم. با من معقول نیستی گفتم کو. بیهوده آواره نشه. معقول هم نباشم میگیرم تو رو. ایستو نکن. نبر التماس حیات پسرم رو نسزا. علی را بکار میبرم. نبر سلیمان در اخباری آسان است مگر. هم علی میخواند کو. التماس علی رو میخوانانیم. السلام علیکم. علیکم سلام سید بابا. خیلی میخواستگیت بر این کرده توانستم. انتظار شدم دیدم که تو نامدی خودم آوردم. او اکنون کار میکند. سلیمان برای فرزندانمان ما جواب کردیم. کاری که فردا پشیمان میشویم نکن. علاجی ندارم مجبورم. سلیمان التجا میکنم. سلیمان التجا میکنم. پسرکم دختر خود را به دست گیر. پسرکم اوکینا آیشه خاله چی شد دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ بیا اینجا. بیا. آیشه خاله با مدت 10 سال فروغ سلیمان بچه همان رو به قراجانی ها فایز قرض ها را تازه کرده از حشمت به عوض علی. قرض قراجانی ها تمام می شود مگر آیشه خاله قرضش را کی پوشانده است که ما پوشانیم؟ التجا کردم زوره و تولو کردم اما گوش نکرد. خواندنی بود بچه جانم. سلیمان رو سرزنش نکن. بیچاره مجبور شده است. حشمت مجبور کردگیست. میدانی سبب دیوانگی فاضل هم حشمت نیست. قرضهایش را که داده نتوانیست. زنش را به یک بای نداد مگر. اوه چی آدمی مردی بود. شما به حزل خانم گوید حشمت آقا سخنان حزل خانم را رد نمی کند. من گپ می زدم و یوسف می آید گفته یک روی می کند حزل خانم. یوسف می آید؟ مبارک شود. بسیار شاد شدم. من هم شاد شدم. شادیم در گلویم ماند. میلش دخترم من می روم. کنی کار کنید اینجا خوراک بی پول نیست. ای تو کنی اینجا بیا زودتر. دستم بسیار میسوزد. غم نزن کار کن
از ناشد میبرند. دست شما درد نمیکند. چی شد علی؟ با کجا؟ دستم خون شد. چی شد؟ دستم خون شد. کارت را درست میکردی خون نمیشد. دستم میزد و خیر. خوبستی علی؟ مان خودش خیزد. اینجا آغوش مادرش نیست. اکرم کاری خودت را کار. تنبل بچایت گذر. همه از بیکار. اوهسته بچم باز نخالتی. اوه جانوری شیریخور آمد. اما من قندی کرمدار میخواهم. ای شیرینی های دکان را تمام کردی آدم چه؟ اما که یوسف دقای نیومده است. بیبی جانم گفت مکتوب آمده است. محمد اما کبرو کشته است رسمی؟ یوسف می آید. وای خدا جان. حشمت 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 چی شد؟ چی میخواهید؟ حشمت کجاست؟ نیست. چی در دارید به من گویید؟ باز حیات چند کودک را میسوزانید. باز چقدر بیچارگان را عذاب میدهید. شما چی ها میگویید؟ این کودکان به مکتب رفتنشان لازم. این را تو هم میدانی خلیل. بس نیست می سیر نشدید. باز چند نسل را میکشید. شما را چی؟ سال هاست که هیچ نمیفهمید. دهنده رازی گیرنده رازی. شما خوش نشوید. کارتان نباشد. دفع شوید از اینجا. دفع شوید. باز یکان بلا را اثر نکنم. گم شو. عبدی اوچا کمی بلا خوب از سرت آید. یوسف بدیه اصلا قدم اوچا کجاست؟ در بالا در حجرهشون. اوچا یوسف می آمده است. Parto bosine. Haste. Lasse. Parto.
عبدی تو عبدی چیکار میکنی عبدی؟ عبدی پایان کن سلاح رو عبدی پایان کن سلاح رو پایان کن عبدی تو عبدی نکن پایان کن عبدی نکن گفتم عبدی اوچه یوسف نباید بدیه بیاید قاتلی دادرم بدیه نباید بگذارد آمده نمیتواند نمی آید به همتون سلام گفته از دستانتون میبوسم اوچه جان یک بار دیگر خانم 11 بار میشود اوچه 11 هم میشود زیادتر هم شکر که پگاه کم میآید وگرنه سوخته بوده تیاری دیدن لازم نانی گرم میپزم لغمانی پنیری را دوست میداشت سر روغن کرده پزم تمشک شربت رانی زیاد کردگیست بیسرم باید بخواب بچه روز اول می شود این خیلی از ماندگیش کمش رو سر نکرد دستانش زخم‌آلود شده است می گذرد از دیه می رفتیم نمیشد بس سرزنشم مکن فاطمه یوسف بدیه آید شیرم حرامتان باد سفسته نگوی زنک قاتل پسرم را بدیه راه نمیدیم تا هستیم یوسف پایش را اینجا نمیگذاره خدا گیرد از کجا برآمد این یوسف ها نامده کیفیتی همه را پراند پروا نکن یوسف ما را بیراحت نمی کند
به ده ندر آمده نابود می شود. چخیل می شود این دادا؟ عبدی عصبانی نشو. عصبانی شوی بوی می دهیم. ما درستر فکر کنیم که خطا نکنیم. آسان نیست پدر. یوسف محمد را در پیش چشمان عبدی کشت. من کمتر هوا میگیرم. نصف جانی عایشه مریم. کلین نه بای مادر. سخنهای پدرت را نغز گوش کن. بیا دخترم اینجا شد. دخترم مسئله رو میدونی. حاضر به خانه مادرت میروی و میگویی که اگر که یوسف به ده آید خلیل مرا طلاق میکند. پدر بچم مریم رو برای چی گرفتیم؟ یوسف ناید و بینمون جنگ نشود همین طور نه؟ مریم رو به این آمیخته نکنید. چی شد خلیل؟ زنت به قدر است یا اینکه دادرت؟ یا میخواهی که قاتل پسرم به ده آید؟ خدا غمی فرزند را به هیچ کس نشان ندهد. من این را قصد نداشتم. حالا مریم را مانید. بگذار علی چنگیز با عایشه خاله گپ زند. هرچی نباشد زنی اکش است. یوسف را نمیخوایم گفته خوب فهماند. دیدیم که نمیشود. آن وقت به نزدشان رفته 3 طلاق دخترشان را سر میگن. این هم نشود. سلاح را میگیرم یوسف را میکشم. ما این پول من است. ما گیر. ما پول من رو هم گیر. علی تو با مکتب نمیروی؟ ما پول من رو گیر. اکان کار میکنم. یا رفتیم. He's dead.
کودک کمی صبر کن هزال. ایستم چی می شود؟ چرا این خیل میکنی؟ حالا هم سببش رو میپرسی؟ یوسف جزایش رو بر زیاد ندید مگر؟ آیشه پسری من از جای رفتگیش بر نمیگردد. بیا خوبی از تو شود. بینمون یک علاقه هست اکنون. پسری تو دامادی من، دختری من کلینی تو. عمر نبیره هر دویمان است. نخود آنها رو نندیشی. خوب گفتی. اقلا به خاطر نبیره و دخترت مادر بودنت رو فراموش نکن و یوسف فهمون که بدیه آمده همه رو ناراحت نکن. گوش کن، دیگر قرض نده. پول رو دیند و مال رو گیرند. خوب بود دادا. با قرضدهی کمش 10% زیاد کار میکردیم. 10% مانی چی میماند؟ اگر با کیسه پولی نقد ندارد ها؟ پس همون روغنی رستنی تو میدیه؟ مهلت استعمالش نگذاشته است، نمخیل نه؟ تو چی گفتنی اکرم؟ وای مو پسری داوود از شکل از زهرالود شد، اشمت آقا. برای همین گفتم. در 40 سال یک بار خطا شده است. این هم خطا نشود ده؟ آیسته اکرم بای، خود را کی میشماری؟ در این دیها با قرجانی ها زبان دراز میکردگی هنوز تولد نشده است. تو باید در جای کارت باشی اکرم. تو دیر کار کردم. اینها رو به خونه مونده میروم. حاضر تخته ها را بار میکنند. با جای کارت رو اکرم. از معاشت میبرم دانستمان. میدونم. میبرید. یوسف بعدی هم اومده است. نه آمده میرود. معلم شده میآید. معلم؟ در این دیه مکتب نیست که وای معلم شود. اوی شکلاهو. بیا منیره، من اینجایم. مونده نباشه، خمیر کردم. گفتم در تنور نان پزم، اما تو کایها حل کردی. تنور تیار، پسرم می آید. نانی گرم خورد گفتم. بیا. بچه باقی محمدک را قیچی زدن لازم. من اونجایم. مایلش بچم، برای کار. دیر نمیکنم، خاطر نشوی. نانهای من برایت از آنی تو را میبندید. گذر اینجا شید. قراجانی ها خیلی غضبناکن. یوسف میآید. نپرس، نمیدونم چی کنم. من میگویم اون از گپشون نبرد. گوشه خوب. آخر چیکار کنم منیره؟ آنها نمیخواهند گفته با پسرم نبیاگویم. تمام دیها شما رو گپ میزنند. چپ راستی آنها رو فهمیده نمیشود و خیر. چیزی نمیشود، نترس. خویش و تباری داریم. به گفته های هزل خانم اهمیت نده. آرام میشود. یعنی گفتنیم که با ایشه فهمون
یوسف ناآمده بازگردد. تو هیچ پروا نکن حشمید، من با او همش را میفهمانم. یگان به عقلی نکن. میلش پروا نکن تا دیدن. یوسف بیاید داده قسم که او را زنده نمیگذارم، او را میکشم. صبر کن بچم، همه کار وقت و ساعت دارد. این چای از من حکمت آقا. بخیر جیمو. امروز امک بچم یوسف اکا میآید. بچه عبدالله یوسف می؟ آنده عبدالله بچهش یوسف. وای وای. نوشی جان شود. مبارک باشد رئیس. پسرت گفت که یوسف می آید. می آمده است. جیمو. لبای دادا. گوشهایت را کشا و مرا نغزکه گوش کن. چی شد دادا؟ باز چکار کردم؟ به سخنهایم دقت کن. شین. یوسف میآید گفته قریب که کرنه سرنه نوازی. والله نفهمیدم دادا. یوسف اکا میآید گفته شادی کردم، این چی بدی دارد؟ تو مرا پیش از مرگم میکشی. یوسف امک بچه‌ات پسری اکای من میشود، لیکن پسری قرجانی ها را کشت. یوسف قاتل است. از یاد نبرار. مریم؟ چرا مریم گفته داد میزنم جواب نمیدهی؟ نشنیدم. در خانه چه میشینی؟ بیکار خوجه. لباسهای خلیل رو در نو میکردم. چه دونه چیز رو بود نکردی؟ از عهدهش نمیبرایی. گیر از سر دزمو کن. اپا ازیق نشوید، من میکنم. شما شینید. میترسم ساکنه. یوسف باید تماما به من دشمن میشود. خیر نغز ماند ایشا. همین که پخت میفرستم. مانده های کار آیشه انگه؟ رحمت. حشمت روان کرد. میگوید که یوسف به دهن آمده عاقب گردد. حشمت خودش نآمد و تو را سفیر روان کرد. من گویم درست‌تر میشود. هرچی نباشد ینگه هم هستی، به شما ضرر نرسد میخواهم. خیر پیشگری داریم. همین خیلنی علی چنگیز، مراد جیانت، یاووز جیانت، یوسف جیانت. البته تو نمیخواهی که ضرر رسد. نمیخواهم البته. این خیل باشد چرا به حشمت نگفتی؟ چرا یوسف جزایش را کشید؟ به ده آمدن حق دارد نمیگویی؟ همین است خویشاوندی؟ همین است کودادریت علی چنگیز؟ شما مرا دشمن خود میشمارید، لیکن من طرفدارتانم. طرفی قرجانی ها را گرفته گپ میزنی. همین خیل طرفداری میکنی. نخندان مرا علی چنگیز، نخندان. یوسف بیاید قیامت می شود. نه حشمت نه قره خلیل او را در ده راحت نمی گذارند. علیم، واحد، ویدت، جمع کنید این چیزها را به جنگل روید. درختهای بریدتان را تازه کنید. کنید زودتر. بچه ها را به جنگل میفرستید؟ حشمت آقا، در جنگل درخت بوری است، کودکان نروند. تو کار خودت را کن اکرم. در خونه انتظار اینا نباشند میدانستم چیکار کنم. مانده های کار سید بابا. رحمت آیشه خانم، شنیدم که پسرت می آید. مبارک باشد. شکری خدا می آید. حتی معلم شده می آید.
ماشاءالله چی گویم انشالله بخیر باش انشالله. صندوق یوسف را میکشویم گفتم که کلید شکست. زحمت نشود یک میدیدید. البته چی زحمت. درخت میافتد گریزید خستر گریزید زودتر کنی زودتر او یک طرف ایستید درخت میغلطد یک طرف خستر یک طرف نیست در کجا رفتیم؟ کنی رفتیم شاخچه هایش رو برید تستر آروم شو پسرم تمام علی یک طرف ایستید تمام پسرم کشید شاخچه را کشید یک طرف این شاخ رو بسیار زخم دیده است دکتر رفتنش لازم با فکر تو احتیاج ندارم اکرم کاری کرده پسرت را دیدی سلیمان قرضهایت چی میشود نکنون با بالای کودک درخت افتیده است حشمت تو باشی تمام میگذرد با این گپ زن که بسیار زبانش دراز شده است یا جیم شود یا از اینجا گم شود مایلش دارم چی سدید بردارید او را بریدش مایلش سلیمان خیر بیا کودکت رو با جیب شنانیم شما رو تا خانه اتون برم مزدتون رو هم نمیگیرم خدا راضی باشد چشمت را دید دخترم چیزی شده است به تو؟ اینی خاله جان همین خیلی به بیرون می نگریستم امروز از چی باشد به بیرون نگاه میکنی؟ ندانم اما من میدانم میدانی؟ کمی پیشتر عبدی آمده بود میجنگی عبدی می؟ بسیار بچه خوب به شهر میرفته است یگان احتیاج دارید گفته آمده بود نمیخواهم یگان چیزش رو نمیخواهم شرم نکن دخترم رحمتی مادرت همیشه دعاگوی بخت تو بود خداوند بخت سفید دهد من اینها رو برم تمام پسرم آرام است پسرم بله نجوم بچم نجوم سلیمان دیدی چی کار کردی پسرم رو به چه حال آوردی رو یگان چیزی تازه بیار خونش را تازه کنم بسیار بد می نماید سلیمان خانه نمی شود باید دکتر بریم چخل با کدام پول دکتر پول می گوید دارو پول می استد
درد نکنه. اگر به پسرم یگون چیز شود تو رو اصلا نمیبخشم. اوچا میسوزد اوچا پوچا. نگفتم یوسف به دهن نمی آید. با آیشه خانم جدیتی مسئله خود فهموندن نتونستی علی چنگیز، اما من میدانم به او چی گویم. من از این کرسی خلاص شوم آیشه خاله. غیر از شما دردم رو به کسی گفته نمیتوانم. به زوری زیباگی نمی شود کو. خالم نیز ما رو به عبدی میجینگ دادنی. از قرجانی ها بهترش رو نمیابی میگوید. به من پول و مال لازم نیست کو. میدونم زیبا دخترم، میدونم او. به من نگاه کن آیشه خانم، نگاه کن. آهسته حشمید، آخیل خانه در اومده ایستاده ای؟ با علی چنگیز خبر روان کرده بودم، اما تو گوش کردن نخواستی. البته یوسف به دیه نهایت گفته ای. این گپ است که من گوش کنم مگر؟ خودت میدانی او گوش کنی خوب میشد. یوسف پایش را به این دیه گذارد، برایش به خیر نمیشود دانستمان. حشمید، ما کدوگی داریم. عمر نبیره هر دویمان است. یوسف محمد را ندانسته پراند، کودک بود حالا. بیا عالی همت باش. گمشو. آیشه خاله، آیشه خاله، آیشه خاله، آیشه خاله خیزید. آیشه خاله خوب هستی؟ آیشه خاله خیزید ارتیمات. آیشه خاله. اوچا آیشه خاله. اوچا چی شد؟ اوچا حشمت. آیشه خاله، آیشه خاله. حشمت آقا. میخشمت میخشمت سمه سک میخشمت. چیه با بیرون هوا گرفتن برآمد؟ دختری کلیشاندار رو در این ساعت با بیرون میمانند می؟ میگوید کمتر پس در این دیه به کجا هم میرود؟ خانه اوی شیانگرتان رفتگیست. پیگویی ما هم با مبارک بادی میرویم. از این پس به خانه آیشه رفت و آمد بس. چی شد؟ امروز مرا از پیش کردن بدتر کردی. خرجانی ها میخواهند یوسف به دیه نآید. ناحق هم نیستند البته. من با عایشه گفتم که یوسف به دیه ندر آمده عاقب گردد. نخود؟ من با آنها خوبی میخواهم. آنها مرا دشمن میشمارند. ایمان اینها را
رفت بیو نمیکنیم تمام. الیف بیاید میگویم که او نیز دیگر نرود. از پشت آنها به قراجانی ها دشمن شدن نمیخواهم. عبدی الیف رو میخواهد. عبدی الیف توی شوندگر. آنگاه دولت تمام اشتور نمیبردارد. شکریه. انشالله کجایند اون روزها. بیا مردک یک تاگی شربت نوشیم. بیار نوشیم. شکریه. شکریه. باز همین خیلی سوز دارم. بیا شین. بیا شین. راست نیست. شکریه. نقص شدی؟ گذشت. آیشا خاله بهتر شدی؟ من برایتان آب بیارم. بیرین را. دادا من هم با شما مرغابی زنی میروم. امروز نمیشود. دفعه دیگر وعده میدیم. بچم بین من هم نمیرم. کنی پیش باید بیا. شکر رو من کردن. با کسی نبیاد که ما با شکر رفتیم. گوید که به شهر برای بار رفتند. اما کت رو شنیدی؟ همین خیلی اومد. شنیدم. چی بوده است؟ در شکار بودنتون رو نمیگویم. برای بار به شهر رفتن میگویم. آفرین به تو. برین وقت به شکر نمیبرم ادیت کن. شکاری مرغابی گفتم کن. از شوهرت ثابت میپرسی. در این ساعت به شکر نمیبرم آدم کوخری. و آمد کند بی. خلیل برور گرد گفتنی بودم. آمد کند. دیده ایستادم. ما زخمدار میشدیم. مادرم خمیری گرم میماندن. نغز میشود میگوی؟ دادا پوچم سخت درد میکند. فاطمه خمیر را بیار. درد پردم نمیموند. صبر کن بچه جان. روزی میاره. نه درد میکند. تمام میگذرد. با دقت باش. صبر کن. آرانه. بهتر شده دایش خاله همینطور نی؟ خدا راضی باشد با یوسف هم تو بر این یک هلین. چی شد دایش خاله؟ گویا به این جایم با کرد زدند. بچم مراد بچه جان چی شد؟ مرادم
Dolu dizgin akan sular durulacak, bekle de gör, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar